سلام بینندگان عزیز، به برنامه اخباری آزادی خوش آمدید. خبرهای آخرین تاجیکستان و جهان را از استودیوی مرکزی رادیو آزادی تقدیم شما میکنیم. شالوی گلخوجه هستم و نخست توجه نمایید به سرخط موضوعهای برنامه امروز 28 سپتامبر. حکومت ازبکستان کودکان دهه را در نویه اسپیتامین تاجیکستان بعد سالهای انتظاری صاحب مکتب کرد. مثلا 4 یا 6 سال پیش هیچ کس خیال هم نمی کرد که مناسبت دو کشور تا به این اندازه خوب می شود. خواستیم تنها ارزمان را برسانیم و یا تلاش ناموفق ساکنان دهاتی اتفاق برای راه یافتن به ملاقات پرزیدنت در نویه وخش. و افزایش سرایت کرونا ویروس در ایران باعث شده است که والدین نمیخواهند فرزندانشان به مکتب و کودکستان روند. اگر که متوقف بشه هیچ در آینده بچه‌هاش تاثیر خاصی نداره. 1 سال همه بچه‌ها نرن مدرسه. یک جوان 23 ساله توجیک را که از زندان در شهر سورگوت روسیه فرار کرده بود بازداشت نمودند. شهروند توجیکستان هنگام گشت و گذار در موضع هواخوری آهن پنجره را کج کرده فرار میکند و روز بعد در نزدیکی بازار اسکنی این شهر دستگیر میگردد. او برای غارتگری محکوم شده. در این محبس همگی 2 هفته قرار داشت. برای فرار به او 4 سال علاوه زندان تهدید میکند. طی هفته اخیر این بار دوم است که شهروندان توجیکستان از زندانهای روسیه میگریزند. 22 سپتامبر از محبس داغستانی روسیه 6 کس گریختند که 2 نفر آنها توجیک بودند. عملیات جستجوی زندانیان ادامه دارد و مقامات برای بازداشت آنها 1 میلیون روبل پاداش وعده کردند. فردا نخست وزیر ازبکستان برای شرکت در جلسه کمیسیه بین حکومتی به توجیکستان میآید. احتمال می رود که عبدالله اوریپوف در جریان سفرش با مقامات توجیک مسئله بازگشایی مرز و برقرار نمودن پروازهای دائمی را مطرح نماید. درست قبل از سفر اوریپوف الکی چند هیئت ازبکستان به توجیکستان رسیدند. از جمله وزیر معارف آن کشور در شمال توجیکستان مکتبی را به استفاده داد. فرزان محمدی با تفصیلات بیشتر. این نخستین مؤسسه تحصیلات میانه عمومی در دهه نواندرسای جماعت دهات تورسون اولجبایف در ناحیه سپیتامین است. هرچند تقسیمات زمین‌های نزد حوالگی در این دهه هنوز از سال 2011 شروع شده باشد هم، ولی تا این دم بگذشت تقریبا 10 سال این گونه مؤسسه تعلیماتی نبود. اینک با دستگیری حکومت جمهوری ازبکستان و تشکیلات تیمیر یولری با مبلغ 18 میلیون سومانی امروز این مکتب به استفاده داده شد. با ما خیلی دشوار بود که سحر خسته مبلغ گفته 11 کیلومتر راه به ناحیه سپیتامین رفته. امروز ما خیلی خوشحال هستیم که چنین مؤسسه های زیبا را به ما هدیه کردند. مدینه احمد جان طالب علم این دهه است و هر روز برای راهگیری بیشتر از 10 سومانی خرج میکرد تا از تحصیل دور نماند. مثل مدینه اکنون بیش از 1000 نفر مکتب بچگان که عین چنین مشکلی را داشتند در 2 بست اینجا تحصیل خواهند کرد. این مکتب 28 صنفخانه تعلیمی و تالارهای معمولی و معیشی دارد. ما چند بار دیدیم، زاولین دادیم و 3 جماعت با رفتیم و زنک خاطی چند تا نمالا بخص خود ساله هم بود ماشون زدگی بچه های. دهه نواندرسای بیش از 5000 اهالی دارد و در قریبی آن با 3 دهه دیگر جایگیر شده است که اکثرا با 2 زبان تاجیکی و ازبکی گفتگو میکنند. 50 نفر آموزگاران در این مکتب با 2 زبان درس خواهند گفت. پیشکی گفتم همین است که 70% صنف‌های تاجیکی، 30% صنف‌های ازبکی. میتن مستحکم بلم کاشانه بوندن نشانه. شیرزاد شرماتوف وزیر معارف ازبکستان که در رسم کشایش این مکتب اشتراک داشت از خوب حرف زدن مکتب بچگان با زبان ازبکی استقبال نمود و سهم کشورش را در ساختمان این مکتب فعال نیک دانست. من در تاریخ باری هموار نخوردم که ازبکستان برای تاجیکستان مکتب بنیاد کرده باشد. این در تاریخ همکاری 2 کشور اولین مراتب است. مثلا 4 یا 6 سال پیش هیچ کس خیال هم نمی کرد که مناسبت 2 کشور تا به این اندازه خوب می شود. امید می کنیم این آغاز راه است، چون مسئله اساسی برای ما علاقه نزدیک با همسایگان است، به خصوص در ساحه تعلیم و پرورش. و امید قلمزه که بو باشلانش قدم لرم.
ناحیه سپیتامین با بیش از 140,000 نفر اهالیش در همسایگی جمهوری ازبکستان قرار گرفته است و یک گذرگاه مرزی نیز دارد. در این ناحیه برای 6 جماعت اینک با افتتاح مکتب نو 33 مؤسسه میانه تعلیمی وجود دارد که در اکثر آن خوانندگان با زبان ازبکی نیز تدریس میکنند. ولی در دهه نواندرسای با ساختمان مکتب مشکلات نبود دیگر مؤسسه های خدمت رسانی به انجام نمی رسد. در عین زمان در این دهه برای مؤسسه های تا مکتبی، مؤسسه های با اینجا تندرستی بسیار تنقیصی میکشیم و نزدیکی از طرف یک صاحبکار ما در اینجا قطعه زمین برای بنیاد مؤسسه تا مکتبی ما جدا نمودیم و در آینده در با افتخار 30 سالگی استقلال جمهوری تاجیکستان این باید که بنیاد شود. فرزان محمدی، رادیو آزادی، ناحیه سپیتامین. شما گزارش فرزان محمدی همکاری ما رو تماشا کردید که با فعالیت خود در شهر خوجند به تازگی پرداخت. امیدواریم با کمک او در برنامه‌های بعدی از این منطقه تاجیکستان گزارش‌های بیشتر خواهیم داشت. همانگونه که دیدیم بعد سال‌های زیاد انتظاری مقامات کشوری همسایه به مشکلات ساکنان ناحیه سپیتامین رسیدگی کردند، اما باز هم ده‌ها روستای در تاجیکستان وجود دارد که عرض مردمش به گوش نهادهای ضد دخل نمی‌درآید. در این باره بعد از یک آگهی صحبت میکنیم. شما برنامه خبری رادیو آزادی رو تماشا دارید. ماه روان قضیه دو دختری نورس در سوغد و ختلان رسانه‌ای شد که ضمن سفر پرزیدنت تاجیکستان به مناطق به گفته مقامات به طور ناگهانی از امام علی رحمان کمک خواستند. ظاهرا چنین نوع امدادخواهی برای حل مشکلات به عنعنه تبدیل می‌یابد، اما همکار میرزانبی خالقزاد میگوید به فرق از این دو نابالغ زنان دهه اتفاق نویه وخش نتوانستند به ملاقات پرزیدنت در هفته گذشته راه یابند. درود بر شما. خوب بگوید که زنان چه عرضی داشتند که میخواستند به گوش پرزیدنت رسانند؟ بله شالا 3 زن کم بیزاد از همین دهه اتفاق میگویند میخواستند احوال دههشون رو به پرزیدنت رسانند که در آن 320 خانواده به سر میبرد، ولی مکتب نقطه طبی ندارند، عذابی بی برقی و بی آبی میکشند و مشکلتر از همه کسی به دادشون نمیرسد. یک خانم ساکن دهه اتفاقی وخش میگوید وقتی میخواستن به ملاقات بروند در پشت درشون 3 ماشین مقامات میایستاد و یک نفر از آنها بدون شناس نمودن خودش میگوید که به دهه یعنی به مرکز ناحیه نروید. به ما گفتن که شماها بی تیاری میروید و نمیدونید چی میگویید، شأن ما را در پیش جناب پس میزنید و عبوری ما رو میریزانه. خب مگر این ساکنان همون دهه نیستن که پیش از سفر پرزیدنت به ناحیه وخش شکایت نمودند که از آنها بیسامانی طلب دارند؟ بله واقعا اینها از همین ساکنان همین دهه هستند که گفته بودند نمایندگان جماعت از آنها برای کارهای آبادانی در آستانه سفر رئیس جمهور بیسامانگی خواسته بودند، اما نمایندگان جماعت‌های ناحیه گفتند نه از مردم عادی بلکه از مالکان نقطه‌های فروش سوزشواری و خواجگی دهقانی از مغازه‌ها برای آبادانی پول گرفتند. مقامات ناحیه هم بعد نشر مقاله رادیو آزادی در این باره واکنش نشان داد و در رادیو خود گفت که حکومت ناحیه در رشد و ترقی محلهای دهات تلاش به خرج می‌دهد. ببینید مشکلاتی که حالا ساکنان دهه اتفاق از آن شکایت میکنند اصلا باید در سطح محل‌ها و ناحیه حل شود، نه در سطح پرزیدنت، مگر نه؟ درست است. مسئله نیز در همین است که با گفته ساکنان با وجود مراجعت‌های با تکرار مقامات محلی برای حل مشکلات آنها دست به کار نمی‌شوند. حتی در ماه فوریه امسال رادیو آزادی درباره همین دهه گزارش آماده کرده بود که در آن گفته میشد دهه مذکور 500 خواننده دارد، اما نبود مکتب کودکان مجبورند از 6 تا 12 کیلومتر راه را طی کرده به دهات همسایه برای تحصیل روند. شاید با دیدن آن که در بعضی موردها شرکت و سخنرانی در ملاقات پرزیدنت زندگی این یا آن افراد را در یک آن واحد دیگر میکند و مشکلاتشون پایین میاد، شاید به خاطر همین است و تعداد از ساکنان نیز میخوان از این شانس برای خودشون استفاده کنند.
اما سپاس برای صحبت و باید گفت شماره آنهایی که پس از ملاقات با پرزیدنت تاجیکستان دانشجو و یا صاحب منصب شدند زیاد است. در جامعه آنها را به نوع نظر کرده پرزیدنت مینامند، ولی منتقدان پرزیدنت تبلیغات سیاسی برای کسب محبوبیت بیشتر عنوان میکنند. سلام، اگر خط و خبر میخواهید ما داریم. نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها. چی میگذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. ضمیمه یا اپ ما را بگیرید. برنامه خبری رادیو آزادی را ادامه می‌دهیم. از احتمال دور نیست که حکومت ایران با اشاره به افزایش حالت‌های سرایت کرونا ویروس بعضی محدودیت‌ها را برقرار کند. طبیبان ایرانی از افزایش سرایت کرونا ویروس در میان نورسان این کشور نگران بودند. موضوع را اسکندر خوجا میرزاده ادامه می‌دهد. در شفاخانه کودکانه علی اصغر شهر تهران والدان معالجه فرزندانشان را مراقبت نموده برای شفای کامل آنها از بیماری کووید 19 دعا میکنند. متاسفانه الان به خاطر اینکه شیوع بیشتری پیدا کرده، خب طبیعتاً بچه‌ها بیشتر درگیر میشن و PCR مثبتمون بالاتر رفته. اما خب درمان میشن و دوره نقاهتشون هم کمتر از بزرگسالان هست و بیشتر بهبودی توشون دیده شده. حکومت ایران تا حال درباره شماره کودکان گرفتار کووید 19 آمار رسمی نشر نکرده است، ولی مدیر شفاخانه غلامرضا بیضاییان میگوید اکثر کودکان از کووید 19 معالجه میشوند. چند مورد در حد مثلا 3 یا 4 مورد بیماری داشتیم که به علت کرونا فوت کردن، اما اکثرشون عوامل زمینه‌ای حتما توشون دخیل بوده. بدون عامل زمینه‌ای هم الحمدلله مورد فوتی نداشتیم و همشون با درمان و به خوبی از اینجا ترخیص شدن. بعضی والدان تصمیم گرفتند که فرزندانشان را به کودکستان و مکتب نفرستند تا آنها بیماری را به خانه نآورند. یکی از چیزایی که اونها رو خیلی نگران میکنه پدر بزرگ مادر بزرگ ها و فامیل اطرافشون هستن، چون اگر که بخوام بیارن بچه ها رو مهد کودک نگران این هستن که به هر حال یه اتفاقی پیش بیاد و بچه ناقل باشه و ببره و پدر مادرشون خدای نکرده وقت مشکلی پیدا بکنند و این موضوع که احساس عذاب وجدان میکنن از اینکه کوچولوهاشون برن با خودشون یه بالاخره گرفتاری برای خانواده بیارن. مادر دوگانیک ها آزاده جوربچی بر این نظر است که محدودیت های دوره سرایت کرونا ویروس روی کودکان هم تاثیر دارد. او پیشنهاد میکند که کودکستان ها بسته شوند. مدرسه که دیگه به نظر من 100% اشتباهات، به خاطر اینکه واقعا یک سال اگر که متوقف بشه هیچ در آینده بچه‌هاش تاثیر خاصی نداره. یک سال همه بچه‌ها نرن مدرسه. فیض رحمتی از آن والدان است که منتظر بسته شدن کودکستان ها نیست و فرزندش را هم به کودکستان نمیفرستد. بیشتر بچه رو نمیذاریم بیرون بره، خودمون توی خونه باش بازی میکنیم، حالا کاری میکنیم که دیگه بیشتر بیرون نره چون بیشتر تو معرض بیماری هست. روز شنبه پرزیدنت ایران حسن روحانی به مقامات ولایت‌ها صلاحیت داد که وابسته به افزایش سرایت کرونا ویروس محدودیت جاری کنند. به قبل وزارت تندرستی ایران روز 26 سپتامبر 172 نفر از کرونا ویروس یا خود کووید 19 به هلاکت رسیده، شماره عمومی فوتیدگان از این بیماری به 25394 کس برابر شد. به گفت همین وزارت شماره عمومی گرفتاران کرونا ویروس در جمهوری اسلامی از 433 هزار نفر هم بیشتر شده است. و قربانای ظریف و ساکن 32 ساله نویه یاوان با دختری 10 سالش خود را به دریای وخش انداخته است. مقامات میگویند جسدهای آنها را نیم ساعت بعد از حادثه از دریا بیرون آوردند. تفصیلات در وبسایت ما گذاشته شده است. وقتی برنامه ما اینجا به پایان میرسد، اخباری از این بیشتر رو در سامانه رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org میتوانید بخونید و نوارها در آزادی ویدیو یوتیوب گذاشته میشوند. یادتان نرود فردا بر وقت من شما را با نوید بامدادی منتظرم. تا آن دم خود را احتیاط کنید.